سری کل هم شعوری تیز دارد، سری کل برق دارد، گس دارد. چون در وقت دوستانی عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی قدر ما در برنامه هجوی شادانه مهمان داریم. اینک مهمانی امروزی ما دوست عزیزی من هنرمند کینو و تئاتر امیدجان سلطان مراد. مرحمت کنی بیایید دوستان. یک قرصکای شما این میدونید نزد این الگوم چقدر مردم قرصک زده خرسند. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید. خوش آمدید. آباد باشید. رحمت. دوستان کنی مرحمت با کرسی مهمان می‌نشینیم. تشکر. پیش از همه امیدجان شما رو خوش آمدید میگوییم. رحمت. تشکر. باوری کامل داریم که شما دوست عزیزم امروز خواهش ما رو که رد نکردید ما سر ما با عثمان رسید. پیش از همه زنده باشید. خب چی حال دارید امیدجان؟ گشته مایده مایده. برنامه ما برنامه شادانه نام دارد. برنامه هجوی است. یگام نفره با یگام کار کردن ما وادار نمیسازیم. من میدونم که شما نیز خود در لایه‌های هجوی خیلی فعالانه شرکت کردید، خودتان مؤلف هستید. من کمی میخواستم بابت همون برنامه‌هایی که شما تحریزی نمودید تیار کردید آماده کردید به مثالی برنامه شین و بین شام دوشنبه کوتاه خب مادامی که یک کسب پیشه کردی یک کسب انتخاب کردی بله باید در همون کسب و کارت باید پیش از همه اول صادق مونی بعد کار کنی. ما هم همچنین که این کسب رو انتخاب کردیم کسب اکتیوری رو و همین گونه برنامه رو به خاطر خوشحالی مردم به خاطر خرسندی مردم به خاطر خنده مردم به خاطر فراغت مردم خب همین به همین گونه برنامه ها دست زدیم. خیلی خوب بود گنده بود که بهترین بود برای شما خندانیدن دشوار یا اینکه گریانیدن آسان کدامش دشوار کدامش آسان؟ خندانیدن دشوار کاری آسان نیست در دنیا. کی از تحت دل با تمام هستیتتان آخرین بار خنده بودید؟ همین سحر. کدام واقعه گفته میشدگی مرا؟ واقعا چی تماشا کردم از تلویزیون TNT برنامه کمدی کلاب تماشا داشتم در اون از یک صحنه بسیار خوب خندیدم. خب آیا باره شده است که مردمی گرد و اطرافتون بوده رو خندانیده باشید؟ خیلی من میدونم که شدگی این کو خیلی شدگی هم لطیفه رو بعضیا میگن خنده‌آور میشود هرچند خنده‌آور باشد هم خنده‌آور میشه لیکن بعضیا میگن که اینقدر خنده‌آور نمیشود سبب چی باشه؟ از مهارتی نقل کننده وابستگی هم دارد. بله میگذاریم با بلیتز سوال ها 15 دونه سوال. آیا باره در تلفن گپی دروغ زده اید؟ فقط درستش میگویید. بله. تلفنتون در خانه ماند برای گرفتنش برمیگردید؟ حتما. در مغازه یگان مرتبه پولی خریدی دیگر آدم را داده اید؟ بله. در طیاره این سمالیات خوابتان میبرد؟ پیش میبرد و زیده. خوراکی مانده دیگر اعضای عائلتان را میخورید؟ بله. در کوچه یگان مرتبه پول یافته اید؟ بله. در تنهایی خودتان را یگان قهرمانی کینا حس میکنید؟ بسیار. آخرین بار قطعی کی گپتان گریخت؟ وزیراش جایش کی؟ هیچ کس. مصرعی که دائما ما در سر شما پیشتاب خورده میگردن. هر شب خودت بپرس اگر تو مردی که امروز چه خدمتی به مردم کردی؟ از بازار وقتی فروشنده شما را عموما نمیبیند یگان چیزی را گرفته سمکتان مانده میتونید؟ یا بر دیگر استادهای خانه. از بازار کاروان فروشنده عموما دیگر طرف به دیگر کارش کی مشغول شما یگان چیزی که مای داگر رو گرفته به سمکه خودتان مانده میتونید؟ نه نمیتونید. سرتان درک کنه چیکار میکنید شما؟ دورو میخورم. رولی ماشین به شما شناس است؟ بسیار. یعنی که بوناسکی دریده باری در مهمانی بوده اید؟ ایستم میستد راه گردم راه میگردد. سویا روزی بارانی ماشین جست شما میره و آب را به شما میپراند یعنی که شما فعلتان میآید یکمین کیرا یادآور میشوید. خانه رو لباس او رو شتام به غرغور میکنن یعنی من فکر کردم که یکمین استادی همون شفیاری که به تو ماشین هایکونی یاد داد. خب امید جان دوستی عزیز این برنامه هجوی است چطوری که ما گفتیم و البته من میدونم که شما نیز یک چی گویم یک صندوقچه لطیفه گویم خطا نمیکنیم یک لطیفه دوست داشتی خودتون رو لطیفه دوست داشته تو همین روزا چند در اینقدر من لطیفه زیاد خوندم اینقدر زیاد خوندم یگون لطیفه معقول لام نشد خیلی یک تا دو تا لطیفه خوندم خوب بود بعد همه حاضر پیش از برنامه شهزاد رجبوف برادری ما من میدونم که شما دوستی داره شهزاد رجبوف پسری هنرمندی شادروان هنرمندی مردمی تاجیکستان استادی تمام هجونیگارا بله استاد بایلو رجب پسرشون حاضر یک لطیفه خوب گفتن گفت که بچم اومد گفت که دادا من رسم شما کشیدم بعد گفتم که گرفتم که خیر رسم ما کشیده خیلی کمتر رو بینی سو چشم مونند و
نگاه میکنم موی سرم از سرخ کشیده است. شهزاد رجب و جنگیلمو دیدم که موی سرم از سرخ کشیده. گفتم آخی بچه‌م چه همه خوب کشیدی آخی من موی سر دا اومدن دا موی سری من سرخ کشیدی. بچه‌م گفت دادا من قلم کلی نداشتم. بهترین میگن که همین مردم خاراکترشون از موی سرشون گفته میشه. بعضیا موشون سیخ سخت است کو و کمتر حیات به سخت و بعضیا موشون پهنو پریشون فقط دایده ترنگ دوی مو شامپون ریخته میگشته که به موشون ایخه باکو و ملایم تر سال کمتر کال چخیل خاراکتر عصباش آرام ها همین مردمی کال خاراکتر چخیل گفت لغجانک بود است لغجانک همین یک مشهود که آدم پور یک نفر دیگه منم درام نباشد بالا بالی سراتون رحم می‌کردم. گفت یک آدمی همین شهزاد بونی کاوز خیلی کر الهیم لغجده غلط کرد. صفحه اینترنت خوندم یک درباره همین کال نیم اکو پدری من میگه آفتاب سرایم. سری کال هم شعوری تیز دارد، سری کال برق دارد، گس دارد. با بیهوده نمیبوسد زنک جان، سری کال ویتامینی اس دارد. خب دوستی عزیز خیلی خرسان کردیم برادرایی که آفتاب سر هستن. خب باز یک سوال دیگر داشتم. مثلا گریم امروز که برنامه شادانه برنامه حجوی است و ما میخواهیم که همین تمام مردمی که کمتر حسی حجوی دارن آماده یک شرکت کنن کمی درباره کارهای شدگی سفرهای هنری به یگان واقعه عجایب میشود. یگان سفرهای هنری به یگان واقعه شد که مثلا گریم شما میخواهید که همین جسد رو دیده و چیز حادثه ها بسیار بود. از کدام حادثه هاش من به شما قصه واقعه های عجیبه واقعه های عجیبش رو خب در حیات هر یک هنرمندی فکر میکنم علاوه خصوص تئاتر به واقعه های عجیب خیلی حیات نیست ده با فکرم با علاوه خصوص هم وقتی که تو سفر هنری با کجای میبری البته در او کلکتیو ایجادی در او حیات ایجادی یک نفر پیدا میشود که با گفتی کمپیر مامام که یک ملایم خنوکی پیدا میشود که فقط شوخی میکند با شوخی های او همو محفل گرم است بود در حیات ما. مثلا ما ولایت سوق رفتیم خب با نمایشنامه تیمور ملیک. اما آثارخانه به نمایش دادید تو؟ بله در یادتون هستن در نزد آثارخانه. بله. خب ما تمام ولایت سوق گشتیم. بعد همونجا ما در همون نمایش ما یک 6 نفر جوانو بودیم. هم سربازای مغولای بازی میکردیم هم با لباسمون عوض میکردیم و سربازای تیمور ملیک بازی میکردیم. بعد اونجا کارگردان یک صحنه موندگی بود که ما میبرومدیم با تیمور ملیک جنگ میکردیم. بعد همین 4 کسا میزد شمشیر کتی میزد. همین خیلی موندگی بود به اصطلاح میزانسن موندگی بود که همون 4 نفر رو پرو میافتیدن. بعد یک نفر دیگر این پرا میافتید در پیش و همون پرا میافتگی همکورسی من نظام الدین دوستی من ما همراه نو تئاتر لوتی کار رفته بودیم. با من ویا بسیار در همین صحنه غم میدادند بیچاره. بعد در وقت تمرین وای گفت که کارگردان گفت که تو بالای اینو با میافتی. خب بعد وای افتید. بعد گفت که تو از اون طرف میبری میبینی که همراهای تو همه در بالا افتادگی و بعد تیمور ملیک تو شمشیر جنگ میکنی. بعد تیمور ملیک تو میکشد. خیلی تیمور ملیک من دو سه بار شمشیر جنگ میکنم میزند منو انا که من باید افتم. بعد یکی دیدم که نظام همکورسی من در پهلوی و هم افتادگی و الکای زده است مردگی و بعد گفتم بالای نظام با خودم پرتاب که ریسور گفت انا خیل میکنیم همین در نمایش هم خیل میکنیم. بعد خوجان رفتم بعد نظام گفت که ای بچه مایی بوم کدی همین این خروز نمایشی همین دبولای ما اخیت خیلی خیت اوستا یا پارتو همین خطا میپارتوی و مایی بوم کدی بیا خیلی همین سفر داریم همین نغلطون خطا ما گفت دیگه همین غلدنی باشه گفت مردگی هم باشه گفت یه طرف میگریزم. گفتم شد نظام جان تمام دیگه نمیکن تکرار نمیشه. بعد همین نمایش شد خیلی باید 4 کس دبولای اینو غلطیدن. من برو اومدم شمشیر جنگ کردم من زد کشت اکو خدا ما میپرتم میگم میبینم نظام نیست. ویا در نمایش زده است وای میفهمید که اوزی ما میبینم دبولوش میغلطه وای هم بازی کرده هو ایسنی صحنه با کنجی صحنه با خچه پرتم مردنی های کینوفیلم های هندی کرده. بعد من بر اومدم که نظام نیست.
حالا که شمشیر زدی که با منم بازی کردم کفتم نیزم یکی دیدم که در کنج صحنه گفتم اون رفتم در همین بلوش همه خیلی خودم زدن گفت وگو نمار دیدم همیچه هم یفتی هنرمندا بسیار حسی حجمی بلند دارن یکدیگر بسیار شوخی‌های میبردارن حتما میبردارن اون هم نسبتی من شوخی میکرد بله یک صحنه بازی استادیم باید که رئیسی جماعت من که بسیار شیرکیف میگردم محله مرا باید که چی کند سود کند اکو بعد تگی همون شیشه با انا همین قدر کن من باید آب ریخته باشم آب بعد آخرش ته رئیس همین یک شما یک خلط نشید من با همین پرت افتم دیگه نمینوشم و باید گفت که این آبو باید گپ زنده کدام اونجا به حقانی ریخته اونجا منم اکو عیبش نفهمیدم خلاص همین خیلی رئیس احترامونه من یک تا شما زنید تمام دیگه گوجایی که بدیدید که من مست تمام چیه که همین خیلی رئیس گرفت همین خیلی برداشت و حقانی رفت میکنه آبی چشمش بلومساز این آب با نقش تاخیر رسانده استایده خنداش از آن گفتم خب امید جان دوستی عزیز اکنون میگذاریم با یک موضوع آدم انسان نغزش های بدش های همین خیلی بعضا وقت میشد که درباره همین نغز و بدن ما لطیفه داریم ده خلاصی گپ یک مردک تقریبا 84 انده گردی سرش مردمی زیاد بچه نبیره دوموت هم آمدگی اکو رفتنی های بارش بسته شدگی رفتنی های امید جان کنی گفته است امید اکو باید اونجا دومودش لبای داده گفته دریا دست می از کنسرنی زوادی کنسرو براری توی از کار راندم ها داده من اونجا از قفای تو نوشتگی بودم ای خدا میبخشی خیلی من فلانی های یادت به هسمی همسایه کوچه به تو آوردی یک انگیش سنگ خالی کردی ناظر منطقوی آمد توی اشتراف کرد جریمه کرد میدونی ها من خبر دادم ما باید گفته دوسته همون وقتنگی کوره تو به این خیل کرگی من تو به این خیل کرگی آخرین وصیتی من گپ زن همین جانم از بدنم برات از پاچکم گرید و لوستر ببندید کوره بینید آخرین اکو وصیت جانش برو آمده است خیلی گفتین آخرین گپش که بیا همین قدم چیکارگی بود است از پاچکش بستین لوستر به بسته آویزان همین بندم نبندم به در تختش است همین یک ناظری منطقوی درونده ما به عریضه آمده که اینجا به مرده آویخ سادیان اما مرده شب آدمی گنده همین خیلی نمیماند خب میگذاریم با باز یک بلیت سوال های ما برای شما ما دو تا تیار کرده هستیم راهبر صنفی ابتداییتون در خاطرتون هست بله خوراکی دوست داشتتون آش پلاو آخرین بار کی جنجال یعنی که جنجال به وسیله زن و زنی کرده زنید من همین جوابی شما رو من میدونستم من امید داشتم که شما امید جون همین میگویید چون که ما هنرمندا جنگره نیستیم وقتی به حجره شستشوی میدارید سرود زمزمه میکنید یا نه حتما اونجا اکوستیکا دارد برای سر حافظی کردن باشید با آشنای حیاتیتون یگان مرتبه دروغ گفتید بله من باوری کامل دارم که اون نفر هم تماشاگر نازی باره شده است که در کیسهتون پول نیست و شما خودتون رو خودی پولتون بسیار برای نشان داده باشید نه این حالتش هم بسیار شده وقتی شرم میکنید سرخ میشه به شما وقتی خانه گرم دارم دید سرخ شده شما رو شرم کرد گفته فکر کنید بچه شرمگین است در بازار در پیش مردم امید جان پیراشکی میخورد پیراشکی میخورم گوش نباشم میخورم بر راننده تاکسی از پشت یک سومون جنجال کرده اید نه خانه گون داشته اید یک مرتبه با خودتون توزی را میگون دارم رنگی من با خودتون بها گذارید از 1 تا 5 3 من باوری داشتم وقتی قلم معلم ها میگه که همین یا 3 مونم میگذاری سوال دیگه با میخونی یا بالا کنون طرفش و آخرین وقتی قلم تراشتی شده باشید و کارد لغزیده نو اگه الکترون کم تر برات یکمین سخنی که ما از امید جان میشنویم یکمین سخن چه میگی یکم تماما چه ماهیگیری دوست می‌داره بله دو نفر ماهیگیری رفتن درباره ماهیگیری لطیفه بسیار کو موتورسیکل داشتن موتورسیکل پیشتر چخیر بود خیلی یک یاوا بود موتورسیکل میره رفتن نشستن طرفش با چی داشتن کالاسکا رفتن نشستن کم راننده هم نشسته است و هم خلاص وقتی رفتنی هم دست بیگویی بعد این رفیقش گفت است که برادر حاضر موتورسیکل که میرویم کارمند بدیه من میکند چی با این چشمت سرخ گفت چی میگویی نوشیدیم میگم نگوی خیر جریمه میکنند پاشچه در اومد فهمیدم افتاد با کمتر رفت
چی میگویی؟ گفت پاشا چه در اومد؟ با کمتر چی میگویی پاشا؟ خلاص تو همین کارمند بدیای آمدیم. کارمند بدیای من میکرد خیلی سلام علیکم حجت های گرید. چی به چشمتون سرخ پاشا چه در اومد میگفت؟ نوشیدیم مگه؟ نه ما نوشیدیم. خب امید جان یکان لطیفه اشموش نمی. زنشو جنجال شدیانو؟ نه. بعد قهر کردن از دیگه گفت که از این بعد ما فقط چیزی گفتنی باشی یا دامن چیزی گفتنی باشی یا من در تو چیزی گفتنی باشم ورقچه بنویس پرتم میخونیم هم خیل یا دیگری ممکنه زندگی کده گابزا گشتن میگیریم خیلی چیزی در کار میشد اینش مینویسد و اش نویسته جواب میتید یه روز افندی باید ساعت 6 کتی خیزد سروسیما کجای کار آورد و ورقچه بنویسد که ای ساعت 6 سحر ما ای خواب بیدار کن ورقچه میپرتوید زنش به او نوگا پیانده کو میزند خواب سحر میخیزد که ساعت 10 اوه این منو بیدار نکرد این چی دیگه خیلی کرد گفتم همین قهر کردی میخیزد که میبیند پیش بولیسچش با یک ورقچه میگیرد در ورقچه نویسه که خیز ساعت 6 شد این رنگی بای حاضر نگاه کنم دوشنبه به پایانی دنبال ماشینای قطار ماندگیان یا مردک یگان کس یگان چیزش ندوزد گفته یک سگی علابای داشت علابای میگرد اما نه کلام داره علابای در این ماشین من خیلی میسونست اووی دهونش رفته میسونم خیلی خونش در اومد از رفت است فقط سری میبید که ماشین بالی 4 تا قشت پیستاده است بالونش نیست بعد گفته سگ داشتم من این سگ چی به خیلی همین نگاه میکنه یک ورقچه نوشته گرفته خوند که سگ جنجال نکنید سگ قتی سگ هاو کار ما نگاه نکنید ما هم یاد دادیم اینک میگذاریم دوستان عزیز تماشاگران گرامی با صحیفه گفتار روز گفتار اولین روز تولد زنتان برای از خاطر نبرآوردن یک بار از خاطر برارید من شما یک گجوب دیدگی برین گفتم اون دویمش من اونجا هنده بسیار میگردم گفت دخترها و حیران میشم از یک مشچه میترسند و ماشین هایی که رانندهش گرگ به حضور نشسته میروند یک استاد بسیار تعریف کردن دستش تیلو اگه سر استاد خیزد که دستش نیست تا آبی داخل دیگ جوشیدن مرغ داخل دیگانگی فکر کرد که من مرغ آبی بسیار شوربای خوب شدگی بود و یک گفتاری دیگر پیشتر بود یک گفتاری 7 بار چین کنی یک بار بور حاضر تا 7 بار چین میکنی که کیم کدامی بریده خب دوستان عزیز و ارجمند تماشاگران گرامی قدر رسیدیم به فرجام برنامه امروز من امید جان برای شما برای تشریفتان تشکرهای زیاد میگویم سلامت و من باوری کامل دارم که در آینده ما لایه‌های باز هم همراه شما لایه‌های بهترین رو باید تهیه کنیم به مردم نمایش دهیم فقط یک تا در آخر پرسیدنی هستم به فکر شما امروز ها برنامه‌های حجوی کمند یا چه خیلی همین بر نسبت دیگر وقت‌ها اما اولی که گفتید کمند در حقیقت کمند و باید انا همین گونه برنامه‌ها که به مثل شما بر این چهره‌های حجوی شناخته مثلا همه حجم‌نگارای شناخته‌ای که امروز هستند و یا استفاده بردن در کار با واسطه همین گونه برنامه‌ها فقط شش کار کرده همین گونه برنامه مردم فراغت رو خنده رو دوست می‌دارن بله از کار می‌بیاد خسته است مثلا یا راننده روزی در روز اتوبوس های میکند میرد میبیاد اتوبوس گرم مونده میشه خونه میبیاد خسته است همین گونه برنامه رو تماشا میکند تبش خوش میشه بله کمتر اگر خنده کند باز میگویند که خنده داروی بهترین است گفتم خب تماشاگران عزیز و ارجمند رسیدیم به فرجام برنامه امروز من برای امید جان تشکرهای زیاد میگویم برای شمایانی که ما را طاقت کرده تماشا کردید با برنامه‌های تلویزیونی سفینه بمانید این بود برنامه حجوی شادانه خیر